امروز خواستم دخترکم خرسند کنم شیرینی زکاس کردم. دخترها باور میکنید در وکک تیار کرده امی خواهری خشروم مود دستافکا کرد. هر روز نلی چینم خواهد شیرینی های بامزه دوره هر روز با هر خیلی مرامد اینا کسی در کورای درخواست کنن. ای دفعش میدونید اینم خیلی ترایفلوی استکانچیک زکاس کردم خشرو بوده ویچه بینن چه خشرو چای ترایفلی کالون زکاس کرده بودم کدا معقول شده بود. ای دفعه گفتم خیلی مینی زکاس کنم. بعد بالای دسترخوان دایم خشرو اینا برای بالای دسترخوان هم میتونین درخواست کنین. نرخش ارزونه دخترها قیمت نیسته نه که مزهش دا گپ نیست هم قبا مزه تیار میکنه باور کنین گارانتیا برای شیرینیاش برای مزهش گارانتیا میتونین درخواست بکنین. اینا یگون جویم برای خشرو ایوخی. بعد دخترها ایرا برای خودم زکاس کردم بلین تورت هم قبا مزه میکنه. ایرا بینین پری میوگی پری کریم به حد با مزه تیار میکنم. ما میزدونم لکای مزه هاشه برای گفتستم تونه. بعد پریچودا را و دفعش خشتمانم بسیار تعریف کرد با زکاس کردم که چای کتی بخورن به حد خشروی پریچوداش گارانتیاتون میتونم دخترها زکاس کنین رحمت میگین. این چونین بنتو تورتیک زکاس کردگیم حوزی میکشویم ماش مودا نشون میتیم که چه خیلی ای دخترها استرنجکش حتمیتید میکنم بدروین تماشا کنین. اینمی چیزی در کارایتونه بنویسین شد در وکک زکازاتونه اومده کده روان میکنه و قخشتو چایی را بینین بنتو تورتیک شا بینین عجایب فسونک حوزی میبرم با شماده نشون میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دخترها دیدین بنتو تورتیک شا давай осیا بتم تا не хочет. тебе хочется حوزی نگوده کده میتیم میچشن گب میزنن همش همی برای کودکو با مزه یه با مزه معقول تنشید با زکاس کنم. اینا مالادیت. خلاص دخترکو رقماشو نست در روی اکران بنویسین. بعد میدونید هم برای دین رجدینی و هم تورتای خشرو میکنم از صورت چه میمونم تورتوشه برای کودکو برای مثال یکم پرازنیک ده تورتوش تا گب نیست ارزان بد به حد نرخوش ارزانه باوری میکنم که وای میکنین دستگیریش میکنین همی خواهری خشروی مرا مرامت بنویسین با کتی خودش هم صحبت شوین دخترو و دخترو نگاه کنین چه تورتای فاسون برای دین رجدینی کودکو 250 سومون نرخشم نرخی خوب نگاه کنین. اینمی تورتای ابویچ نبورنه نرخش نکم باور کنین دیزاینش عجایبوتای بدروین تماشا کنین چی نمود پرسوناژ اینمی کودک شما چی مثال مولتیکا نغز میبینه انمو نمود تیار کرده شما دا دستافکا میکنن پخش رو 250 سومون دخترو مرامت. بعد میدونید با ایرودوم رو وردن کودک دا یا نمود دیگه دیزاین کردگی تورت عجایب خوش رو مزهش دا گارانتیاتونه ما میتیم برای که دخترکا پختپزاش ما بسیار گرفتگی میدونم که چه با مزه تیار میکنه. بدرون یک بار استرنجکاش خبر بگیرین مرحمت بهترین تورتورا بهترین شیرینیو را آماده میکنند دخترها پشیمون نمیشوین. ایرا بو کریموش جداگونای نچینکوش جداگونای همش نمی چیسته پختپزی خونگی با مزه یخی.